رکلام یک زمان معروف با شعار اگرو اینوست بانک، بانکی مسئولیت شناس است، امروزها در گوش مشتریان این بانک مثل یک استهزا صدا می‌دهد. خالق نظر جمعیف، ساکن شهر دوشنبه، یکی از آنهاست. 2 سال قبل او با درخواست و باورنامه یک شهروند دیگری تاجیکستان، ماهره تقایمرادووا، از نام او در اگرو اینوست بانک پسنداز گذاشت. خانم تقایمرادووا و شوهرش در روسیه کار می‌کردند، با امیدی که پولشان را در بانک تاجیکستان امانت گذاشتند تا روز با آن برای خود خانه بخرند. جمعیف میگوید این نفر تقایمرادووا ماهره است که الکی هم به اگرو اینوست بانک، بانک ملی، دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جناب عالی مراجعت کرده است، ولی از ماه دکبر سال گذشته تا به این سال نمیتواند حتی یک سامانی مبلغ خود را بازپس گیرد. اما 1 سال اینجانب خانم تقایمرادووا این مبلغش را بازپس گرفته نمیتواند و در این مدت او شوهرش را از دست داد. شوهر خانم تقایمرادووا یگانه شخصی نیست که آرزوهایش را بانک‌های تاجیکستان به گور بردند. خیرالدین قادیروی 50 ساله ساکنی محله کلینین شهر دوشنبه نیز ماه ایول سال روان پس از آنکه $100,000 پسندازش در بانک مفلس شده تاج پرام بانک درماند، افسرده شد و خودکشی کرد. بحران در بانک‌های تاجیکستان که سال 2016 شروع شده بود، در سال 2017 به اوج خود رسید. نوبت‌پایی مشتریان زیاد در نزد خزینه بینایی مرکزی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک برای گرفتن معاش و یا پسنداز خود به یک حالت معمولی تبدیل یافت. مشتریان سرسان این دو بانک در آغاز سال برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان امیدواری پیدا کردند، اما باز هم آن برآورده نشد. دولت تاجیکستان در آغاز سال روان با نشر وکسل‌ها و اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک تلاش کرد که این دو بانک را از ورطه کسادشوی نجات بدهد. دو بانک دیگر تاج پرام بانک و فانان بانک که از کمک دولت محروم ماندن مفلس اعلان شدند و عین زمان ترکه اموال این بانک ها ادامه دارد. اما محققان امور مالیه و بانکداری میگویند بحران در بانک‌های تاجیکستان سبب‌های اصولی دارد که سالها باز حل نشده باقی مانده بود و با کم شدن انتقال پول مهاجران در سال 2017 یک بار اوج گرفت. عالم جان بابایف، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی که سبب‌های سر زدن بحران در بانک‌های تاجیکستان را تحقیق کرده است، میگوید با آن فایزهایی که بانک‌های کشور به مشتریان قرض می‌دهند، از قبل معلوم است که این قرض را بر نمی‌گردند. او گفت قرض ها پیشکی معلوم هست که آنها برگردانده نمیشوند. یعنی که اون فایز های قرضی که امروز برای صاحبکاران پیشنهاد میشن نهایت بلند هستند. این وکیل تاجیک میگوید یک مشکل دیگر که باعث بحران شد انتخاب نادرست کادرها و غلط‌ها در اداره کارپوراتیوی بانک‌ها است. بنابر مشاهده‌های بابایف، در اکثر بانک‌های تجارتی تا چند پیش شعبه اداره خوف‌ها وجود نداشت که بانک‌ها را از پیشامد بحران هشدار بدهد. ضمناً مسئولان بانک خصوصی اسخط، یکی از 4 بانک بزرگ تجارتی تاجیکستان که به فرق از دیگر بانک‌ها وضعش معتدل به نظر می‌رسد، میگویند محض تأسیس شعبه اداره خوف‌ها در سال 2000 این بانک را از بحران امین داشت. نماینده اسخط طالب جان اسرائیلوف روز 19 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت در سالهای 2001-2002 هنگامی به مقدار سهامانی بانک داخل شدنی بانک اروپایی رشد و تکمیل یک قدر تغییرات هایی که برای تکمیل دادن پرینسیپ های اداره کنی کارپوراتیوی، یک قدر تغییرات های کلی طرز اداره کنی ریاست، اینچنین کمیته های اداره کنی خوف ها، کمیته اداره کنی دارایی ها. عین زمان در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. 2 بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، سازمان‌های مالی خصوصی بودند. بعد گرفتن میلیاردها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند.